با درود و مهر خدمت دوستان عزیز، امروز اولین برداشت رو از این سالن خواهیم داشت. تعدادی از این قارچ آماده برداشت هستند و باید جمع آوری بشن و به بازار عرضه بشن. نکته قابل توجه این هست که رطوبت 95% و دما 17 می باشد و تعداد زیادی از این قارچ های ما همینطور که ملاحظه میکنید بیرون آمدن و در طی روزهای آتی باید جمع آوری بشن. امیدوارم که محصول خوبی رو بتونیم در طی این دوره از این سالن برداشت کنیم. با تشکر.